چی دادن؟ زندگی حضرت پیغمبرم. آفرین دخترم. اکای ثروتت در کجاست؟ نمیدونم مادر جان. ثروت کجا شد؟ اگر یکون به عقلی کند مادر جان. نه دخترم، انشاءالله نمی کند. با فکر من با او جدی گپ زدن لازم که این رفتارش خوب نیست. راست میگویی یعقوب. زبانم رو میبریدم و با او گپی سخت نمیگفتم. همش برای پدرش. به پدری رو تحمل نکرد پسرم. الو ینگه صدیقه در خانه شماست؟ خیریت. آخر او با پدرش نفرت دارد. چرا با اون چه رفته باشد؟ شد فهمیدم. غم نخور دخترم، ثروت در همینجاست. خیر انا گفتم اکنون غم نمیخورند. باشی با آشخانه در اومده نشسته خور، راست ایستاده خوردن گناه است. گرسنه‌ام صدقه، گرسنه. تو چشمت گرسنه است، چشمت. صدقه. همه جا رو پوری نان ریزه کرد. این چلوده. ثروت جان، بابایت را یاد کردم تاری. من هم تو را یاد کردم. تو نبیره من تو را من بابایم رسانم. به تو طرز پول کار کردن را یاد میدیم. زمان پول است. چخلی که میگویند پول باشد در جنگل شربا میشود. پول داشته باشی تو را حرمت میکنند. پول کس را با قوت میکند. باشی سری کودک را گرنگ نکن. باشی هوشی او را نبر. تو کردن نشو. وای نبیره من است. من با او زندگی را میاموزم. دیدم چخل به پسرت آموزاندی، آیلش را ویران کرد. صدقه. چی شد؟ تو را مثل خودم میکنم ثروت جان. من بر این مرد خوشحال میشوی. کسی از تو پول پرسد گوی که ندارم، اصلا پول نپرسید. او فهمیدی؟ از کدام کار بوی پول آید؟ تو در همون جا باش. در کجایی که پول را دیدی، در کجای پول را دیدی گیر چخلی که میگویم پول به پولی از همه درد کلام. اینجا بیا جانی من، شیرین نکی من. با گپ های باید گوش نکن. فهمیدی پسرم؟ مادر جون شما شنید؟ من نگاه میکنم. آمدم جونکم آمدم. ثروت پسرم. انا این رو کلی میگویند. شام بخیر اکای امید. شام بخیر. برای من باید یک حجت میگذاشتند. آها بله. تشکری زیاد. سلامت باشید. خداحافظ. چی شد فکرت؟ چی میخوایی؟ خوب است جونکم؟ فکرت گپ زن؟ نمیشود. مرا ببخش. فکرت چیکار کردی تو؟
تو از حد گذراندی عمر. بیزار شدم. این چه روز بود؟ کلین را دیدی؟ ترا دلت سیاه است. دلت نگاه کن، فرشته بر این کلین است. تو همه وقت اون رو گناهکار میکنی. من فهمیدم دل کلینم صاف است، از تو سیاه. تو نباید زنده مانی. نباید. وگرنه نقشه های مرا برباد میدی. دیگر صد راهی من نمیشوی. باید بمیری. باید. سرور؟ تو داری اینجا چیکار میکنی پسرم؟ وای بیبی، بازیچه های کهنه در اینجا بودند. اونها رو میکفتن. میلش پسرم میلش. همین که بازیچه هایت رو یافتی بعد بیام. فهمیدم بیبی. در کجا باشد؟ بسن است. چقدر من رو عذاب میدی. اگر تو این رفتار کنی من تو رو تنها چقدر کلام میکنم. من خودم کلام نشستم مادر. پول را که دیدی حتما گیر. پول اپا چی شد؟ هیچ چیز. همین خیلی نگاه میکنم. اپا کی رو فکر کرده ایستاده ای؟ عمر رو. نخود اپا جان. او امروز به نزدم در آمده بود. میدونی با من چی گفت؟ تیمور قاتل است. اکای عمر گفته باشند پس راست است. تو نگذرون سیده. اکای عمر هیچ گوه دروغ نمیگوید. تو امروز یگان گپی دروغ او را ندیده ایم. چقدر از یکدیگر پنهان کنید هم یکدیگر را دوست می‌دارید. دوست داشته و دوست داشته دروغ میگوید مگر؟ با فکر من باید به او باور کنی. لیکن بگوی سیده، چرا او این کار رو میکند؟ از من چی میخواهد؟ اپا چه خیلی که من میدونم اکای عمر بیهوده گپ نمیزند. او آدم درست است. به او باور کن. سرور پسرم چیکار میکنی؟ برای چه چیزهایی شیل رو میپرتی پسرم؟ ایستا نکن پسرم نکن. همه چیزها رو شکستی. خدایا این چیکاری کرده ده؟ مهم نیست، من جمع میکنم. کودک است. ایشیل مادر جان مرا جیغ میزنم. من میبینم.
کلین را دیدی کلین را؟ نگاه کن برای من شیرینی پخته است. چه خیلی که میگوین کلین گل است همه گپایش درست است. خوشدامن مار است همه گپایش دروغ است. خورشید شوخی کردم صدیقه شوخی. استودیوی همصدا تقدیم میکند توجه با 2 حرف ج، جایزه و جهاد. حجب نگارانی تاجیک از قبیل غریبشا کمپانیا، خندین کمان، شکرخند، آچه زیکه و بیکه، کیفولا و مستولا. عربشو کمپانیا. همچنین گروهی محفل‌آرا در نوهای تقلید، سرود و صحنه‌های حجوی و مونولوگ برای کلیدی وقت 21:07 23 می ساعت 17 در تالاری کاخی باربد رقابت میکنند. در مهمانی سراینده ها نیز دعوت شدند. غالب یا صاحبی ماشین را مخلصان و تماشابینان طریق آوازدهی اسمسی در جریان آزمون معین میکنند. علاوه بر این مخلصان نیز بی تحفه نمیمانند. محفل را علاوالدین عبداللایف و مستوره آرتیق راویگی میکنند. رقم های تلفن برای تماس 907 50 28 28 907 59 28 28 907 79 28 28. همصدا، همصدای دل شما. یا رسول الله، من شما را خیلی دوست می‌دارم. شما هم همه ما رو دوست می‌دارید. میدونم برای همین من همه آدمان رو دوست می‌دارم. مادرم رو، پدرم رو، اکم رو، بیبیم رو، تقایم رو، اکای عمرم رو خیلی رو دوست می‌دارم. چه خیلی که شما فرمودید من گلها رو، درختها رو، جاندارها رو و همه خشتبارم رو دوست می‌دارم. دل من رو همه وقت با مهرت پر کن خدا جان. از همه آدم دوست داشته تو پیغمبرمون است. کسی را که حضرت پیغمبرمون دوست می‌دارن این دستوری رو به ما هم نصیب گردون خدا جان. التماس خدا جان همه را با هم دوست بگردون. پدرم رو، مادرم رو، عائله‌ام رو، همه محله رو با هم دوست بگردون. میدونید یا رسول الله معلممون چی گفتند؟ گفتند که هفته مولود شما به همه آدمان خرسندی می‌آورد. برای همین برای خرسند کردن همه خویش و تبارم من برای آنها تحفه تیار کردم. پلایم قوی دلم پل جونم پل جونم جونم. چخل شد چخل شد صدقام صدقام پلهایم کاری چی شد؟ پلهایم کاری پلهایم را که گرفت من گرفتم. تو گرفتی؟ ها من گرفتم. پلهایم را ده. مایلش میدیم. همه رو آوازه نکن مگر پولهایت میگریزد. بیشتر گم نزنم پولهایم را ده. ثروت پسرم پول رو در خونه موندم. بیار پسرم. در کیسه مونده بودم کو. آنها رو گرفته بیار به این جانوری پول دستور دهیم. کنه زود پسرم. آفرین کنه. شد حاضر می‌آورد پولهایت را. ثروت پولها را ده به مانند بابایت پول دزدار نشو پسرم. کنی پسرم بیار. ده پولهایش را گیر. پول جانهایم گیر پولهایت را گیر.
پل جلویم شما رو به جایتان بگذارم شیری نکنم. بیا اینجا بپسرم، اینجا یعنی اینجا شین پسرم. دیدی پسرم بابایت چقدر زود تو رو با پولی بس کرد. اوه پسرم بابایت رو گوش نکن، التماس پسرم. ثروت پسرم، ثروت پسرم، ایستو. بشین. آمدم جانم. سرما حیوانی لعنتی. پوش میپوشه لباس را. پوش گفتم با تو. لیمو میپوشی. سرده هورا. پوش گفتم. اون نراس. پوش گفتم. اون نراس لعنتی. عمر مرو نجاده، مرو از دستی نجاده. عمر مرو نجاده. نراس. با اون نزدیک نشم. صبح خیر. خوب هستی دکای مار؟ شما را در یک خانه ویرانه بهوش پیدا کردیم. گرفته به خانه آوردیم. سلامت باشید. خوبم. تنها سرم کمی درد میکند. یک لحظه سالهای دانشجویم رو به یاد آوردم. چقدر روزهای خوب بودند. آن روزها را زود به یاد میارم. راستی نمیدونستم که در این جایها خانه دانشجویان است. ما اینجا اجاره نشینیم و نه به اینجا کوچیدیم. برای یافتن این خانه امک قربان به ما کمک کردند. بچه‌ها کارهای آشخانه تمام شد. اکنون باقی مانده‌اش در دست شماست. آقای دکتر بیدار شده است. خوش آمدی آقای دکتر. خوش باشید امک قربان. مرحمت دکای مار گذشته شینید. بذارید بچه‌ها. آن روزها را یاد کردم. وقتی که در دانشگاه میخوندم خودم را در این خیلخانه ها خوشبخت میحسابیدم. یک لحظه گذشته را به یاد آوردم. چی لازم گذشته را به یاد آوردن؟ انسان حیاتش را در زندگی میبیند. گذشته به مانند ریشه درخت است. بگذار در تگ خاک ماند و به تو آب جان دهد. لیکن شاخه ای که در آینده سبزیدن نمیخواهد ریشه به او چی داده میتواند؟ گوش کن. نه ریشه را فراموش کن و نه هدفت را. فراموش نکنی فراموش نمیشوی. فهمیدی؟ خدا از شما روزی باشد. برای من یک دیگرگونی شد. خدایا اینجا رو دیدم، شما رو دیدم، همه چیز را فراموش کردم. به سرم کی زده بود؟ حجت ها در کجاست؟ چه خیلی حجت ها؟ در دستم بسته حجت ها بود. در نزدتون هیچ چیز ندیدیم؟
برای رو گرفتن به سرم زدند. این باز تیمور نباشد. شین آقای دکتر سراسی من نشو. در این وقت به کجا می روی؟ حجت ها آنها را باید یافت. اگر انسان بچه خودش افتد آن بسته همراهش می افتد. اگر بچه ها تیله دهند آنگاه بسته در دست داشتش گم می شود. تو فکر یافتن این بسته را نیبو چه طور به آن چاه افتیدنت را فکر کن. فکر کن که چرا به سرت زدند و آن حجت ها را بردند. بینید بچه ها امروز مهمانی عالی قدر دارید. دستورخوان را خیلی خوب آرا دهید. تو بشین. دمیر амаки қурбон гуфтанд ки ба меҳмон дастархон оро диҳед, лекин пул надорем. чӣ кор кунем? ман танҳо ҳамин қадар дорам. ту чӣ? ҳамин қадар пул дорам. майлаш чӣ қадаре ки набошад, ба ҳамин пул рафта ягон чиз харида меоем. рафтем Дамир. کیست؟ منم. ثروت پسرم؟ چل اومدی؟ نصف شب تنها اومدی؟ ثروت دخترم صبر کن او را جنب نکن. سالهای دانشجوییم عمم همراه هم رفته در همسایگی زندگی میکردم. بعضا من با دوستانم گوشتین میگرفتم. عمم رابعه چی داد و وای گفته زده میدر آمدند. بعد میپرسیدند که بچه ها یگان کمبودی دارید؟ گرسنه نیستید؟ با ما مثل کودک مناسبت میکردند. амаки қурбон аз ҷое ки оғои умарро пайдо кардем рафта дидем, ягон чиз наёфтем. کسی که به سرم زده است سیر این حجت ها را میداند. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. шуд акнун ман аз ин кор даст мекашам. ман барои маъюбро парасторӣ кардан шартнома набастам. дилам беҳузур мешавад. наметавонам. шуд акнун дигар тоқат надорам. наметавонам. من دیوانه نیستم. من دیگر چاره ندارم. هیچ کس با من باور نمیکنه. لیکن این کار را به آخر میرسونم. بچه ها را خلاص میکنم. شیطان شیطان هستی. تو شیطان هستی. باید بمیری. جمیله ایستو. با شما گفته بودم این زن دیوانه است. دیوانه. آرام شو. شما با او باور میکنید. دیوانه است. دیوانه. شد. گذشت همش. بچه ها امروز روز آخران است. باید پولی برق رو سپاریم. شما پول دارید؟ ما داشتیم برای سپونه خرج کردیم. دیگر نداریم. خدایا از یگونجا پول یافتن لازم. اگر برق رو قطع کنن درس تیار کردن نمیتوانیم. باز به نزدیکی امتحان. وزیر باز بحران است. وضعیت اویلمون هم خوب نیست. این خیلی میشود جوره ها. حتما یک کاری افتانمون لازم. باید خودمون پول کار کنیم. پدر و مادرمون هم امکانیت کمک کردن رو ندارن. صبح خیر اکا. مرحمت صبحانه تیار. صبح همتون بخیر. اماکی قربان در کجاست؟ یک کاری ضرورشون بود رفتند. اکا هفته مولود به این قدر پول صرف کردن نمیارزد. این قدر خوراک تقسیم میکنید در این وقت و زمان. چقدر
قدر خیر میکنید و ما محتاج خیر هستیم. باز در این وقت و زمان آدمان را به کار گرفتن هم به مانند خیر کردن از یعنی تنها ما خیر میکنیم، مانند دیگران هم خیر کنند. باشیم در این موضوع گپ نزن. این عادت پدرمان بود. در این دنیا همه چیز رو با پول مقایسه کردن خوب نیست. مهرت رو اینقدر با پول و مال نبند. چرا عادت خوبی پدرمان رو اینقدر زود فراموش کردی؟ در هفته مولود حضرت پیغمبرمان کس باید دسترخوان کشاید، خیر کند، غم پول رو نخور و کار رو اجرا کن. آدمان می آیند با خانه برکت می آید. این دنیای دو روزه، با اون دنیا رویم با خود چی ببریم؟ شکر به دهانت حمزه پهلوان، بنا آمد و به زبانت صدقه سخنهای گفته‌ات شوم پهلوان. پول را حالا دهید اکنون. چه خیل باز پول؟ هاشم پول این است، چرک دست است. آن را دهید که دستتان تازه شود. پول در درون کوزه مثل سیرکا است. آقای هاشم با دستت ده که دردش گذرد. آقا شما چیکار میکنید؟ مگر این قدر پول دادن ممکن؟ قربان هیچ وقت پول نمیپرسد. اگر پرسد برای یگون کاری خیر میپرسد. تا امروز یگون بار پول پرسیدنش رو دیدی؟ چرا در وقت پول دادن میلرزی؟ مرد شو آخر هاشم. برای کاری خیر عزیزم، در هفته روزی مولود پیغمبر به بچه ها کتاب تقسیم کردم. امتحان میگیرم، آنها میآموزند و ما توفه دادن میماند. توفه بچه ها را هوسمند میکند. پدرت این کارها را خیلی دوست میداشت. میخواستم که این عرف عادت به آخر نرسد. برای او همه کار رو میکنم. خدا راضی باشد قربان. تو البته با بچه ها به خانه مادر و میلش توفه ها را شما به دست خود میدهید. هاشم تو هم یک بار خیر کن. گوش کنید اکا، من پول ندارم، کیسه هایم خالی. از کجا پول؟ نیست گویی؟ نیست شده میرود. مرحمت اکا شینید؟ ببخشید اکا، درس داشتیم. دسترخوان رو خوب آرا دادن نتوانستیم. خورید اکا عمر. شما برای چی آهسته میخورید؟ ما سیر هستیم اکا. در وقت امتحان اکا خوراک زیاد نمیخورند. شما دکتر هستید، این رو باید نقض دانید. چی شد اکا؟ دانشجویم رو به یاد آوردم. مثل شما بودم. این احوال رو بسیار دیدم. اگر یگان مهمان می آمد عیناً همین خیل گپا رو می گفتیم. حالا متاسفانه کسی به این باور نمی کند. راست که مار. وقتش آمد جوابی عذاب‌های کشیدم را میدهم، قصدم را میگیرم. اکا میروید؟ اکنون باید روم. اما وقت شما رو انتظاریم. انشالله. شما رو دیدم، گذشته رو به یاد آوردم. خوب بود. خدا حافظ اکا. باز بیاید اکا عمر. خدا حافظ. باز بیاید. مهمانداری خوب نکردیم. بله. انشالله عیب نشده است. انشالله. التماس این پول را قبول کنید. با کمک شما سالهای دانشجوییم را به یاد آوردم. با شما باز وا میخوریم. این پول را صرف کنید. مصرفهایتان را فراموش کنید. دانید که این مسئله حل شد. تا بازدید برادران. اپای جمیله سرمه رو خلاص کن. آرام شوید اپای جمیله، آرام شوید. سرمه را
آرام شده. یک جا دارم خلاص کن. ثروت خواهرت رو انتظار نمیشوی؟ خوراک پولیت رو نمیگیری؟ مادر جان شما باز به من کمی پول نمیدید؟ اینقدر پول رو چیکار میکنی؟ خیلی ضرور است. تحفه میخرم. با کی؟ نمیگویم مادر جان. وقتی میلش دخترم حاضر. انا گیر. تشکر مادر جان. رفتیم نرگس؟ رفتیم جانکم. باز دیر نمونیم. رفتیم. آمدم پخوا جان. دخترکم. سرما یک لحظه ایست. چیزی میخوای عمر؟ بله درباره تیمور. باز تیمور باز میگوی که قاتل است؟ دیشب کسی به سرم زد. یک حجتی که درباره تیمور بود و به تو نشان دادنی بودم گرفت. من ببخش من نمیدونستم. حالت خوب است؟ نه خوبم. تنها سرم کمی درد میکند از ضربه. بیا تو رو من خوبم. عمر خودت رو احتیاط کن. وای همش میگذرد. من فکر میکنم که به سرم تیمور زده است. التماس عمر بس کن. تیمور از تو چی میخواهد؟ چرا باید به سری تو زند؟ شاید برای من باشد. خدا حافظ عمر. آقای عمر به نزدتان یک زن اومد. او رو به اتاقتون در بردم. تشکر. سلام استاد. سلام. چی میخوانید؟ کتاب. محلاتون رو خیلی دوست داشتم. آدمانش رو هم. چند سال در شهر معلمی کرده بودم. لیکن هوای مکتب محله دیگر بوده است. خوب ببخشید باید کتاب خوانم. ببخشید. سلام. به آشخانه مکتب نمیروی؟ من میروم. رفتیم رویا. شما چی؟ نه من کتاب میخوانم. مالش رفتیم آقای امره. هوای محله معقولش بوده است. پولم رو گرفتن میخواستی ها دوست؟ دوست چی دوست نگویی ها؟ کی رو؟ من دوست نیستم فهمیدی؟ من دوست نیستم میکشم. سر دید مرا سر دید. میکشم من دوست نیستم فهمیدی؟ تو رو میکشم. بچه ها سر دید. شما چکار سر دید میکنید؟ مرا. بس آقای امره چی شده است؟ خدایا توبه. شینید مرحمت. آقای عمر شمایید؟ بله. خوش شما رو چی ناراحت میکند؟ نه من ناراحت نیستم. وای مرا سنم روان کرد. با سنم در حبس یک جا بودیم.
امروز از حبس بر اومدم. زود به نزد شما اومدم. بله، سنم درباره‌تان گفته بود. او در کجاست؟ نرگس چی می‌نویسی؟ با من نشانه میدی؟ تحفه تیار میکنم. او رو میکشم. قصد شوهرم رو از این لعنتی میگیرم. او کجاست؟ در کجاست؟ التماس خانم، آرام شوید. فراموش نکنید من هم مانند شما این معما را حل کردن میخواهم، لیکن به این خیلی زوری و سراسیمگی نمیشود. شما مرا فهمیدید؟ شوهرم رو او کشت. خانم، التماس. با سنم با اویله ما علاقمند است گفته بودید. بله، آوردم. انا این شهادت نامه فوت است؟ بله، حجت مرگ مادر تیمور. این نام رو خوند آقای دکتر. نسب زن عدلی، فاطمه عدلی. فاطمه عدلی؟ ثروت، برای چی از مکتب بر وقت آمدی پسرم؟ ثروت، چی شد با تو پسرم؟ در رو کشا میگویم، در رو کشا. مرا راحت گذارید. ثروت پسرم، خوب هستی؟ کنی گپ زن. در مکتب چی شد؟ از من چرا پنهان میکنید امک؟ این فاطمه عدلی کی است؟ وای، ما یگان چی نمیدانیم. فراموش کن، این موضوع رو نکشو. تو چی مینوشی گپ زن؟ امک حمزه، شما چرا پنهان میکنید؟ امک هاشم، من این خیلی کارها رو نمیدانم جان. عمر پسرم، کاه کنه رو بود نکن. هاشم، ما باید به استخانه میرفتیم. راست میگوید. خانه‌دار به خانه‌اش، خانه‌دار به خانه‌اش، دیهاتی به دیرش. حمزه چه شد؟ برای چی با اینجا آمدی؟ به بازار بر اومدم، پولم نرسید حمزه. عمر، در این باره بسیار فکر نکن. گیر. عمر پسرم، درباره چی گپ میزدید؟ ینگه حلیمه، شما میدونید فاطمه عدلی کی است؟ فاطمه عدلی؟ تو از کجا فهمیدی؟ حلیمه، از پای کارت شد. من هیچ چیز رو نمیدونم پسرم، نمیدونم. رفتیم. سلام بابا جان. آرام باشید، شما را فراموش نکردم. به هدف آهسته آهسته نزدیک می شوم. بسیارش را گذشتم. قصاص من را می گیرم. قصاص شما را، قصاص مادرم را. در این وقتی بحران شما را از کار پیش نکردم. شما باشید کار نمی کنید. آخیر آقای هاشم چیکار کنه؟ کار کم است. خدایا این چه است؟ چرا این چیز در اینجا خوب است؟ به شما پول نیست. در شوید.
دفع شوید دفع شوید فاطمه عدلی فاطمه بیچاره پدری بیچاره پدری بیچاره هم؟ بله فاطمه و پدرت یکدیگر رو خیلی دوست می داشتن پدرت پیش از مادرت با فاطمه خانه دار بود پسرم برای چی من این رو نمیدونم؟ برای چی پدرم با من نگفتن؟ مادامه که فهمیدن میخواهی صبر کرده گوش کن ببخشیدمک پدر فاطمه با بابای واحدت برای یک کار قصد داشت یعنی دشمن عائله ما شد لیکن کاری دل است پدرت با فاطمه عاشق می شود فاطمه هم با او عاشق می شود با امر خدا و قول پیغمبر پدرم با خواستگاری رفتن ما هم امید داشتیم که با این دشمنی به آخر می رسد لیکن آنها رد کردند پدرت از ناچاری فاطمه را گریزاند و با او خانه‌دار شد علی اکا ما با فاطمه نکاح کردیم مرحمت دارید پدرم یعنی بابایت با آنها معامله خوب کرد با آنها یک خانه داد آنها کوشیدند هفته اول خیلی خوب بود همه چی را فراموش کرده بودند لیکن یک شب چی شد فاطمه؟ چرا میخندی؟ هیچ گفزن چی شد؟ به نزدیکی یک مهمونی خوردکه که زیبا می آید 3 نفر می شویم فاطمه یعنی تو؟ بله کودک دار می شویم خدا خواهد چی گفتی؟ یعنی من پدر می شوم؟ پدر؟ بله کجا اینها؟ انا شما رو پیدا کردم گمان کرده از من میگریزید تو در این عائله عروس شده نمیتوانی رفتیم از اینجا علی شب نرمد استیراد شما چکار میکنید؟ ما با فاطمه رسما خانه دار هستیم ما یکدیگر رو دوست میداریم و خیلی خوشبخت هستیم تو دیگر نامی او را نگیر او حالا که مرده نزنید او را نزنید علی راگر زنید او را نزنید راگر را تو میگویم لعنتی علی راگر نزنید او را زودتر علی باش وقتی که ما با خانه آمدیم پدرت در خانه بیهوش خواب بود او را زود با بیمارخانه بردیم با فاطمه چی شد؟ بیچاره فاطمه دیگر بار نگشت علی خیلی انتظار شد خیلی کوشش کرد فاطمه را ندارند بعد او با بیماری وزنی گرفتار شد مرد؟ مرد خدا رحمت کند خیلی زنی خوب بود پدرت خیلی وقت رو فراموش کردن نتوانست همه وقت فاطمه میگفت پس اون با مادرت خانه دار شد تو تولد شدی پس فایق یلماز کیست؟ ها فایق یلماز ادوکات فاطمه مرد لیکن پدرت کودک رو فکر میکرد فایق یلماز همچون ادوکات میخواست زنده یا مرده بودن کودک رو فهمد کودک رو؟ بله برادری تو رو وقتی که پدرش فاطمه رو برد و حامله دار بود چی شد؟ کودک زنده است؟ فایق یلماز وقتی که این رو فهمید از طرف زنش کشته شد حجت های جای کارش رو گفتیم
این حجتی در دست تو بوده رو پیدا کردم. یعنی پسرم برادر تو مرده است، همراه مادرش مرده است. آرام بخوابید بابا. هیچ کس نمیداند که من زنده برای همین همه کارا میکنم. اگر کسی فهمد او را نزد شما میفرستم. مرحمت آقای تیمور، بروید. خوش خوش. شما را برای اینها دیدن خواستم. نگاه کنید. حیران شدید همینطور؟ در این رسم پدرتان چند سال باز شما را میکوبد. من این را میدانم آقای ابوبکر. میدونید؟ بله میدانم. من پدر ندارم. او دشمن است. او مادرم را نخواست. مادرم را در وقت حامله بودنش پرداخته رفته است. مادرم مرد. مادرم از همین رو مرد. خطا میکنید. پدرتان حتی زنده بودن شما رو نمیداند. از من خواهش کرد که درباره‌تان معلومات پیدا کنم. اما اکنون میتوانم با اجازت شما این خبر خوش را به او رسانم. نه آقای ابوبکر، نمیرسانید. من تازه به آیلش قصصم را نگیرم. هیچ کس نباید فهمد. بعد خودم رفته با اونها میگویم. ولی خودم میگویم پروا نکنید. آرام باشید آقای ابوبکر. آرام باشید. علاج دیگر نداشتم بابا. چاره یگانه همین بود. به هدف نزدیک شدم بابا. به زودی عدلی ها را نه پولشان میماند و نه ناموسشان. به زودی همش تمام می شود. بعد به آنها میگویم که من کی هستم. من پسر فاطمه عدلی هستم. برای آن آمدم که قصاص مادرم و بابایم را بگیرم. توجه. دروغ. جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک. نونتون شکستگی. مردم چی میگوین؟ همش نقص میشه. خورشید جان ایش چیز فویق یولماز با تیمور چه علاقه دارد؟ عکسی تیمور در دست زنی فویق یولماز چی کار میکند؟ نمیدانم عمر، این رو نمیدانم. بسیار فکر نکن. امروز در خانه بابای واحدت جمع میشویم. تو هم بیا. اما که قربانت برای هفته مولود حضرت پیغمبر جمع آمده کلان میکند. از کودکان امتحان میگیرد. ما هم برنامه‌اش رو انتظاریم. خیز می رویم. با کجا؟ از معلمات بخشش نمیپرسی؟ نه نمیخوام. تو کارهای کردت رو بین ثروت در هفته مولود پیغمبرمون آدمون کارهای نیک میکنن. تو باشی. اپا شد. ثروت با عقل است. خطای کردش رو فهمیده است. مادرت حق است ثروت. تو باید بخشش پرسی.
من هم با شما میروم اپا. رفتیم. خانم همشیره، یک زن بود، با کجا رفتنش رو ندیدید؟ زیرکک با بیرون برمادند. با کجا رفته باشد خدایا؟ آقای تیمور، با شما گپ زدن میخواهم. مرحمت. شما را گوش میکنم. بفرمایید آقای عمر، گوشم به شما. تشکر به شما. یکون چیزی خطرناک نیست؟ من خوبم رویا، خوبم. تنها چشمم رو خراشیده است. استاد امره انا همین کس. سلام استاد. سلام. 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 خسته نباشید. تشکر. من مادری ثروت هستم. ببخشید. مادر جان، برای میز گل نمیگذاریم. گل چی لازم دخترم؟ به گل هم میشود. دلم میخواهد. با گل روزی مولود زیباتر میشود مادر جان. من رفته گل میارم. رابعه، صدیقه برای چی ناومد؟ فکرت بیمار شده است، او را دیده بد می آید. گفته بود که دیرتر می آیم. اوه فکرت، اوه. من هم یک دو چیز تیار کردم حلیمه. کسی که احتیاج دارد با آنها تحفه تیار کردم. وقت شود با تو آنها را تقسیم میکنیم. شیرینی هم پختم. این کاری ثواب می شود. خب مالش رابعه، تقسیم باشد تقسیم میکنیم. اوه تحفه تو چی است؟ تو چی تیار کردی؟ حاضر گفتم نمیتوانم با تب میبینیم. شیرینکی من. بیایید بچه بیایید. دیدید من در گپم ایستادم. هم سوال ها را هم تحفه ها را تیار کردم. کنی بینیم شما وعده دادهتون را اجرا کردید. کنی میبینیم هم سوال هم تحفه بسیار است. شما راضی؟ بیایید. سلام علیکم. علیکم سلام آقای قربان. خوش آمدید. خوش آمدید. بذارید. خسته نباشید. تشکر. ببخشید نرو معلم، ببخشید. نمیبخشم، هیچگاه نمیبخشم. دو شرط دارم. اگر قبول کنی آشتی میشویم. یکو با بچه که جنگ کردی رفته از او بخشش میپرسی، چون که عیب از تو سر زد. میپرسم معلم. دویم میخندی. من چی خیلی طلبه ذکر رو ببخشم. خنده حیات رو زیباتر میکنن. خوش تبسم میکنی یا نه؟ گوش کن، این هفته مولود پیغمبر است. همه باید تبسم کنن، خطاهای همدیگر رو ببخشن. همین طور تشکر زیاد معلم. چشمتون بی خطر است. قلم تنها بالایش رو خروشیده است، میگذرد. وای، در خانه ما روزی مولود پیغمبر رو قید میکند. شما هم بیایید استاد. میرویم آقای امره؟ با یک شرط میروم. چی شرط؟ بیرون از مکتب مرا اکنون اکا میگویی. فراموش نکن که من از تو کلانم. من راضی اکا. البته بیایید، حتما بیایید. در مسابقه همه که قربان اعضای کمال میشوید، شما رو انتظار میشوید. مایلش. این خیلی باشد شما هم بیایید. رفتیم. بیا ثروت. آماده هستید بچه ها؟ سوال اول. یک روز
حضرت پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم دور نبره شیرینشان حسن و حسین را به پشتشان برداشته دوستداری میکنن، با اونها مثل کودک بازی میکنن. یک آدم این را دیده حیران میشود. من 10 تا کودک دارم، لیکن این خیل با اونها بازی نکردم. بگویید که پیغمبرمان چی جواب میگویم؟ خدا از دل تو مرحمت را گرفته باشد، من چیکار کنم؟ شما در روی زمین بوده ها را مرحمت کند که در آسمان بوده ها شما را مرحمت کنند. باز چی؟ کسی که خوبی نکند با او خوبی نمیکند، یعنی خوبی نمیبیند. آفرین بچه، آفرین. شیر و شکر به دهانت. بله محترم حکمان، بهای این بچه را دهید. بهای از همه بلند را دهید. تو از این طرف بزن. نوبتی کریم. کنی بگوی کریم جان، پیغمبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در یک حدیثشان خیلی خوب گفته بودند که در ایمانداری از همه مؤمنی خوب آن است که یکم آداب و اخلاق خوب دارد. دویم کنی دویمش رو بگو چی از جانی آمد؟ شما این حدیث را گفته بودید اما که قربان. خیلی خوب، دوامش رو تو گپ زن. از همه آدم خوب همانه که با زنها خوب رفتار میکنن. آه قربانت شوم. دیدید چه خیلی خوب فرمودن. شنیدید ای اهالی کی خوب بوده است؟ کسی که به زن معامله خوب میکند. کنی به او بهای خود را گذارد حکمان؟ کی بهای خوب میگذارد؟ چند میمانه؟ آفرین، خیلی نقص تیاری کنی زود بهای او را گذارد. خانه عدلی ها در کجا؟ خانه حمزه عدلی، عمر عدلی در کجا؟ انا همون حولی. تشکر. یک روز حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آدمان گرد و اطرافش را جمع کرده میگوید کسی که پدر و مادرش را حرمت نمی کند گناهی عظیم می کند. بعد از آن آدمان میگویند که یا رسول الله، نخواد آدم به پدر و مادرش ناحرمتی کند، آنها را عذاب دهد. دوام این حدیث را کی میگوید؟ آن را هم از یاد کردیم اما که قربان. قربانت شوم، دوامش را گپ زن. یک نفر خسته پدری نفر دیگر را جنگ میکند. وی هم خسته پدری او را جنگ میکند. یک کس خسته مادری نفر دیگر را جنگ میکند. دیگری باشد مادری او را جنگ میکند. اگر کسی با پدر و مادرت این خیل کند، معلوم بشود که تو هم با پدر و مادر دیگر کس همین خیل کرده ای. آفرین آفرین دخترم. شنیدید پدر و مادرها، پیغمبرمون چی فرمودن؟ فرزندان باید خوب باشن که پدر و مادر اذیت نبینن. آفرین به تو دخترم. حکمان چی را فکر میکنید؟ دیده جواب درست داد، بهای خود را گذارید. آفرین به تو، آفرین. به نظیر رفیقانت را. آفرین به تو. تشکرم اکی قربان. محترم اعضای حکمان، در اینجا مسابقه به آخر رسید. اکنون بها را جمع کنید و این 3 نفر جای اول را گرفته چیکار کنیم؟ توفه های تیار کرده ای عائله عدلیگاه را میسپاریم. لیکن یک مشکلی است، این 3 نفر سوال ها را دانستن. مسابقه تمام شد، چیکار میکنیم اکنون؟ بگوید چیکار کنیم؟ نه، مسابقه ها تمام نشده است. من هم کتاب خواندم، از کتاب به شما تحفه ها تیار کردم. کسی که تحفه ها را خوب خواند به او جای اول را میدهیم، به دیگران باشه جای دویم و 3م را. نگاه کنید بچه های این زمان را، عقلشون چل کار میکند. من به این پیشنهاد راضیم. نرگسی باغ جنت، چقدر توفه های زیبا داری. گوش کن چی میگویم. این توفه را چقدر تقسیم کنیم؟ تو به نزدیک همه را، همه با خودش افتاگی گیرد. چیزی که به دستش افتید همان را میبیند و هم میخواند. راضی هستی؟ این خیلی همه در مسابقه اشتراک میکنند. همه خوب شده است که قربان. آفرین آفرین کنیم. تقسیم کنیم. تشکر دختر.
اشل 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 در کجایی؟ اینقدر اشل نگو بیزار کردی. اوف اوف کجا باشد نمیدونم. دمت را گیر نمیایم. بوی گرفتم مور. بس اکنون شد. دیگر نمیخواهم. با همش لعنت لعنت لعنت. وای این خسور خسیسی مرا بینیده. وای درونی این بوی گل میکنم. نبیره زیبایی من در درونش برگی گل مونده است. پیغمبرمان میگوید که از همه صدقه خوب این تبسم است. از همه پهلوان زور آن می باشد که رقیبش رو نه و قهرش رو مغلوب کرده میتواند. مرده را تا قبر 3 چیز گسل میکند. 2 تاش بر میگردد، 1 تاش با او میماند. یعنی اهل عائلش و مال و ملکش بر میگردد و فقط کارهای کردهش با او میماند. در کجای نباشی از خدا ترس و او را دوست دار. بعد گناه زود توبه کن و خوبی کن که او خرسند شود و آدمان معامله خوب نمو. مسلمان حقیقی همان است که نیکی میکند و به کسی ضررش نمیرسد. عاقبتش اگر مرگ باشد هم از راه حقیقت برنگرد. رها یافتن تنها در حقیقت است. از من یک دعای حدیث. خدایا من از تو هدایت، عدالت و خوبی و دلپوری میخواهم. آمین. حق از روی نیت و عمل داده می شود. نیت هر کس چیزی که باشد به دستش می آید. با 2 نفر در دنیا ضرر نیست. نفری که ثروتش را در راه خدا صرف می کند و نفری که علمی که از طرف خدا لطف کرده شده است با دیگران می آموزاند. خوبی کردن نشانه اخلاقی خوب است. کسی که در دلش کینه را نگاه داشته از درد و غم دیگران خود را دور گرفت گناه میگیرد. 1 نفر به نزد حضرت پیغمبر اومده میپرسند از همه زیاد با کی وقت گذاردن لازم؟ حضرت پیغمبر جواب میدهند با مادرت. بعد از مادرت که پرسید اون شخص باز مادرت. بعد از مادر که تکرارا پرسید اون آدم باز مادرت. وقتی که سوال را 4 بار تکرار میکند حضرت پیغمبر جواب میدهند با پدرت. به من هم نمیدهی نرگس؟ آخر من هم اعضای این عائله ام. لفافه من کجاست؟ آن در دستی من است تیمور. فرصت فرا رسید. عشق سومن و مهراب آشکار می شود. روزگاری پرماجرای یک جوانی دهاتی، تپش قلب، رنج مادر، انتظارت میشم، جدایی و دیدار، بهار عشق و خزان اندوه. ارزنده ترین راه در فیلم مهراب. روزهای نزدیک هم صدا پیشنهاد می کند. باری اول در توجیکستان عضوانی بهترین گروه حجوی میانی بهترین گروه های حجوی کوخی борбат 23 май соати 17 довталабон барои мақоми беҳтарин гурӯҳи ҳаҷвӣ ғарибшо компания хандин камон шакарханд санакҷон як коса об биёр. чӣ учай бикавазика кайфулову мастуло арабшо компания рафтем так точно. рови маҳфил аловиддин абдуллоев ва мастура ортиқова
озмун аз рӯи номинатсияҳои тақлид, суруди ҳаҷвӣ, саҳнаи ҳаҷвӣ ва монолог бо тариқи овоздиҳӣ аз $, сурат мегирад. гурӯҳи ҳаҷвии беҳтаринро автомошинаи ВАЗ 2107 интизор аст. ду гурӯҳи дигар ки мақоми дуюм ва сеюмро ишғол мекунанд, соҳиби тӯҳфаҳои хотиравӣ қиматбаҳо хоҳанд буд. телефонҳо барои маълумот 907 50 28 28 907 79 28 28 907 59 28 28. бо донистани калима ва вожаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. вожаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии вожанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву иdoраву муассисаҳо. бо истифодаи ин вожанома ки пештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадо, ҳамсадои дили шумо. ба таваҷҷӯҳи мухлисони силсила филмҳои студияи ҳамсадо, ҳомиён, меҳвари ҳақиқат ва мисли юсуф, аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки аз фурӯшгоҳҳо дискҳои галаграммадорро харидорӣ намоед. галаграмма ҳам дар болопӯш ва ҳам дар рӯи диск насб карда шудааст. дискҳое ки галаграмма надоранд, сифати паст дошта, қалбакӣ мебошанд ва аз рӯи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ғайриқонунӣ ҳисобида мешавад. хариди дискҳои галаграммадор барои беҳбудии кори мо ва дар сари вақт дастрас кардани шумо мусоидат мекунад. аз шумо студияи ҳамсадо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки агар шумо фурӯши дискҳои қалбакӣ яъне бегалаграммаро дидед, бетарафиро ихтиёр накарда ба ташкилотҳо ё кумитаҳои дахлдор муроҷиат намоед.